بسم الله الرحمن الرحیم. توی این ویدیو کلیپ قصد داریم نحوه استفاده از کاتگ را به شما عزیزان توضیح بدیم. امروز میخوام ECU های CIX 48 و 34 و یا اینکه از نوع CGE را میشه با استفاده از کاتگ انجام داد بدون اینکه در ECU باز بشه. الان مشاهده میکنید ECU پلومه، فقط کافیه که ما سوکت رو اینجا متصل کنیم و برد کاتکمون را به قسمت OBD دستگاه متصل میکنیم و همچنین که با استفاده از آداپتور در این قسمت برق کاتکمون را انجام میدیم. این در این ECU ها مزیتی که وجود داره، چون به صورت های ولتاژی کار میکنن دیگه احتیاج نیست ما از این مقاومت یا سیم منفی استفاده کنیم و همچنین که در ECU هم از پلم باز نمیشه. زمانی که این اتصالات را انجام دادیم با استفاده از نرم افزار ECU کیت از قسمت انتخاب قطعه در قسمت ECU پروگرام قسمت کاتگ ما اینجا میتونیم حالا بر اساس اون نوع ECUی که هست CIX 48 یا 34 و یا CGE اگر هستش انتخاب میکنیم و میتونیم برنامه ریزی رو انجام بدیم. خب ECU ما CIX 48 است، ما اینجا انتخابش میکنیم. میبینید که خود نرم افزار به ما توضیحات داده، چنانچه که اگر برد کاتگ را نداریم، این ما با استفاده از برد کاتگ الان داریم استفاده میکنیم، دوستانی که برد کاتگ ندارن میتونن از روش پایین هم استفاده کنن. بعد از انتخاب قطعه لازمه که ما خواندن از قطعه را بزنیم. خب خواندن از قطعه را میزنیم، ثبت میکنیم تا اطلاعات ECU ما خونده بشه. خب الان اطلاعات ECU ما خونده شد و ما میتونیم حالا از تنظیمات قطعه کار استای کیلومتر رو انجام بدیم یا اینکه از قسمت انتخاب تبدیل حالا اون ECU رو که مایل هستیم میتونیم به اون ECU تبدیل کنیم. این روشی است که ما میتونیم با استفاده از کاتگ انجام بدیم. این ویدیو کلیپ برای گروه راهنمایی و پشتیبانی TNM ضبط شده. موفق باشید.